استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان حین ورود به محفل عروسی در خانه آبایی‌اش در ولسوالی خواجه کوه از سوی هزاران تن از اشتراک کنندگان این محفل مورد استقبال قرار گرفت. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ضمن رساندن سلام‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و مهمانان خوش آمدید گفت. رئیس جمهور ملاقات داشتیم سر موضوعات امنیتی اینا بیاد در ما 30 دفعه گفت و من قوما مردم میبینی حتی مراسم طبقه اونا هم اشتراک سلام مرا بگو برای همه شما سلام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محترم دکتر صاحب محمد اشرف غنی را برای شما تقدیم میکنم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که دشمنان مردم افغانستان همواره تلاش کردند تا دست به اخلال امنیت بزنند اما پیوسته ناکام ماندند. استر جنرال عبدالرشید دوستم همچنان افزود که مبارزات عدالت‌خواهی‌اش فقط برای خدمتگزاری به کشور و مردمش بوده است و از همین رو منطقه خواجه کوه درج تاریخ شده و شهرت جهانی کسب کرده است. استر جنرال عبدالرشید دوستم در ادامه سخنانش گفت که از بیشتر از 40 سال مبارزاتش خاطرات تلخ و شیرین را تجربه کرده است و این محفل خوشی در حالی صورت می‌گیرد که نزدیکترین اعضای خانواده شاهد آن نیستند و این دنیای فانی را ودا گفتند. فراز شکریش من برود خوشی برود خبری من شرک ویگه میره آن شرک کری گوزدن آتم یا آرم یا شرم من برای کتا کم یا رستم پالوا کم یا انجلال قادر گوزدن یا در این محفل هنرمندان مشهور محلی از نقاط مختلف کشور اشتراک کرده بودند. همچنین در جریان این محفل مسابقه دوستانه میان پهلوانان مشهور ولایت‌های کندوز، بلخ، جوزجان و فاریاب صورت گرفت. در جریان مسابقه جوایز و تحفه‌های نقدی از جانب پسران استر جنرال عبدالرشید دوستم هر یک الحاج باتور دوستم، یار محمد دوستم، مصطفی دوستم و بابور دوستم برای پهلوانان اهدا شد. پهلوانی و چوپاندازی از ورزش‌های تاریخی ترک‌ها به حساب می‌رود. پهلوانان در شمال و شمال شرق افغانستان و کشورهای ترک‌نشین در محافل خوشی و مناسبت‌های ملی و بین‌المللی با راه اندازی مسابقات کورش و چوپاندازی از مناسبت‌های مختلف تجلیل به عمل می‌آورند. جنرال دوستم همیش گفته وطنی مباس خونست